بریم سراغ ادامه بازی. بچرخون داداش. کنخن نوبت توه. جرأت یا حقیقت؟ حقیقت داداش. بگو من سوال کنم. تو خفه شو حرومی. تو آقا ظرفیت نداری بازی نکن. خیلی خوب بپاش. خب آقای کنخن، تو رویا دوست داری چی کاری بشی؟ اگه اون کاری شدی چی کار میکنی؟ من جناب شهردار، ما برای اجرای حکم تخریب مکانی که دستور دادین اقدام کردیم، ولی گویا سابملک جلوی بولدوزر دراز کشیده و اجازه تخریب نمیده. مگه دست خودشه؟ غیر مجاز ساخته، سوء استفاده هم داری میکنه، جلو بولدوزر هم دراز میکشه. به این موجا پدرش در میارم. نه اینجا رو خراب نکنی. اینجا مال کلاس منه. تو خدا خراب نکنی. خواهش میکنم روزی منو قطع نکنی. خواهش میکنم. نه تخریبش کنی. نه